نامردی نکن چطور ببین من جانم رو در خطر گذاشته آمدم اما تو دیدی از مردن چقدر می‌ترسی از دهنه برایید همه جا را کوبید در نزد نقطه طبی پاسبان گذارید البته یکون تاش می آید گوش کن دکتر صد خودت را با عقل تراشی هم یکی از نزدیکانت البته خطا می کند نه عبدالله زن میزند گرد زن عبدالله خودت میدانی گرد زن ده از ماست لیکن به ما ناخواسته سلاحداران هجوم کردند من کی بودن مخبرها را دانستن میخواهم ما اکنون برای شهیدانمان حمله میکنیم میخواهم دانم که آنها از این خبر دارند یا نه خوب تشکر نکرد بچه معذرت را نجات میدهیم انتقاممون را از آن کافرها میگیریم اما میخواهم با تو یک وظیفه مهم دیم تو ناعیان و بینشون در آمده هر دارشون رو میکشی همشون رو میکشم این کارت خوب نیست اینا به اینجا چطور زنگ آوردی این کارت بی اهمیتی است خانم ها را دیده است این زن حیاتی مرا نجات داد باتن میبینم که تو خیلی رحمدل شده ای نه فقط کمی اینسان شد تو هم کمی غیرت کنی خوب میشود باتن سلیمه این زن به من شناس میتابد اما به خاطر آوردن نمیتوانم زنی بیچاره با جراحت رو اینجا آمده است سلیمه اصلا عقد را باز میدم من میدانم که او مرده است اما او را من نکشتم چرا نزد من او پیدا می شود مثل زنده ها تن و جان دارد به نظرت نموده است نه نه سلیمه به نظرم نه اگر این خیل باشد او زدن نمیتوانید باری درم باری خدایا توبه این زن کی باشد شناس میتابد اما به یاد آوردن نمیتوانم کنی از پس کارتان یک قماندان کلان
انتظام رو ویران میکند. از دیگران چی گیله؟ برای راحت خودش به قرارگاه زن آورده است. برادران نکن باسم، این خیلی کار نمیشود. چی خیلی میشود؟ او خودش کیست کی؟ نظام رو ویران میکند. وقتی که من نباشم او هم گم میشود. هیچ کس را تن نمیکند. اگر او را جزا ندهیم از حد میگذراند. چرا تو به چنان اینقدر نفرت داری باسم؟ اکد وی را خیلی دوست میدارد. مینش من هم از او با کم شکایت میکنم. بس باسم، تو صبر کن، من خودم علاجش را میابم. رفتیم. خیلی زود رو نقمه نکردن پی کارت شو. کنان نباید کنان نفرم بس کمک میکنم. اگر مرا فرم مادرت را از اینجا بوده نمیتونم. تو خودی چل موارد کنم. وقتی دامان باور کن. من خودروی مادرت را دیدم. از اون نوبتی من. اجازه ده توی شما را از اینجا برارم. اگر نگو غیر خطا کنی میپرونم. مادرت را دیداده شو بودم روزم. تا اینکه جراحتت را دیده برایم. نزدی همچه بیلوبم. اون طرف از رخدا میدونم. مور از اینجا برو. مای کمک کن. برگرون از بطن برو فروندم. یه طرف این کاریت دوبار شما حمله کردن نوبت رو همه چیزا کنم. برای کماندان همه تو بزنه دیگه. برای کماندان تر برای کماندان تمام. آفرین بخشی خود در چی باش برای نجات مادرم. امیر پدرشم سپایم هر طورشان را که فرمودیم دیگر نخواشون مطرشون نوید پروانشیم ولی برای چی حیف نشو خود را او را نگاه بدارم.
از درد عذاب میکشی، حجتو رو ده خلاص میکنی. چند ساعت وقت است؟ 2 ساعت. معلوم می شود که وقتم حالا زیاد است. دلم گفته ایستاده است که تو دکتر دوای زهرا جون گفته میبینی. برادر خدا با تو صبر بیدم. چی واقع شد؟ مادرم زخمدار است. در این بیجارایی کرده بودن و تو که دخترشون تندهشون خون میروند. با من گوش بده. مادرت با نقطه تیزی دارد. من همشیره دیلا را فرستم جایم. تشکر که خدا از شما راضی باشد. مادر جان شد بسیار فکر نکنید. دخترم آخیر چقدر محظوظ است یکم خبر نیست. میدونم انتظاری دشوار اما این رو میگذرد انشاءالله. آدم چی شد آدم؟ از سایه خبر آوردی؟ نه خلای جلو نه راستش را بگم دارم یا با پسرم یکم باید شد. آدم بگوی آخیر مادر جانیسی مانگرافت را زنم. من در برآمدگی ها یک جوان را دیدم که مادرش را میاد. مادرش زخمدار بود و از زخمش خون می‌ریخت. بیا زودتر رویم آدم. نه دیدم. با دقت منش آمده جیب نشلوش رفتیم. خودتون رو احتیاط کن. بله به این طرف بذارید آن زن به کجا رفت سلیمه؟ زلیخا؟ بله پسرش آمد. سلاح رو به من دستم و درش رو گرفته رفت. زخمش وزنی بود، طاقت کردن نتوانستم. آنها رو به نزد دیلو فرستادم. دیلو به آنها کمک میکند. کاش اجازه نمیدادی سلیمه، با این زخم زنده نمیماند. سنان کماندان تو رو شناخته نشود، تماما دیگر شده ای. این زن به تو کی میشود؟ یگون خوش است؟ نه خوشم نیست. کی بودنش را هم نمیدانم. خودم را نمیشناسم سلیمه. بیهوده نفس سلیمه. من چی شده از من هم نمیدانم. به کجا سینان؟ رفته کی بودنی آن زن را فهمیده بگیرم. نه وای کمی با آدم مانم شده. تو هم کمی غیرت کنی خوب میشود بخند. سلیمه رو بهتون نمیدهم سینان. اون رو بهتون نمیدهم. حال رو میبینی. مادر جون
قربونت شوم. پدرم چیست؟ من پدرم. تمام نکن. مادر جان، اگر نبید شما با من ظلم میکنید. اگر نبید از دوستان او را یفته از کشونیش بپرونم. مادر جان توقت کنید، کمی دیگر توقت کنید. روز بیرته توقت کنید مادر جان. اویستا روزی را شیرم نمیاد. پسرم باری قربانت شدم. من رو ببخش. من با تو صدقه دروغ گفتم. با خدا برای خوبی خودت دروغ گفتم. از این کارها دست پسرم چه جا میکنم. من تو زنده پدرم رو میجویم. اگر فهمید که بحری مرده دانید که پسرتون در همین راه مرده یا او مرا میکشد یا من او را. باری برم. مادرم به شما امانت. تو غالی بمونی. لیکن آرام بود یکون کاری خطا نکنی. راه کرد. گردن زود به اینجا بیارید. کم بدام افتاد. شرط هم دیگر شد دکتر. همشیره برستی نازدی. میبینیم اکنون چطور میسرایی. پیش درو. آقای زلیخا به شما خیستن ممکن نبود. تو که جراحتتان میکنه داشت. چرا خیستی؟ میدونم خسته بودی اما دیوی مادر رو میدونی. باری یکون بیاخری نکنم بیشتر. با حالم نگاه نکرد از دلم خیستم. افر بس کنید گریه نکنید. چکار کنم دیلو دیگر از دستم چی میواید. رفت یا پدرم رو میزند یا من رو میکشم گفته رفت. تمام شد آرام شد. آقا درگه مرا گفتم چکار میکنید؟ بلا آقا
ساده برو ساده گفتم Target bayi be şaraf o. Dilo. این سرباز خداست دست راست من قومندان آینده من بگوی بحری کجا بودی؟ محترم راضا فیلمو گرفتن گفتای چی بودم برای ساعت چمویم تو از این بد پدری من هستی حاضر رفته استراحت کن آقای دایی آنها اومد دکتر دیلو من به تو گفتم که دوای زهر را جان گفتم میدی یک شرط من با دیلو میبرم یک آدمی 3 کیلو رو دوما میکنم دوای زهر رو با اون میگیرم نه دکتر اینجا با گفته من سیمون تو در اینجا چکار میکنی؟ وقتی کامادن نیست دکتر دکتر دیلو سیمون تو دیلو رو گریزه بر من از پادتون بیایم من دکتر آقای دایی برای این حجت ها چقدر عذاب کشیدم آنها رو سر تا سر استفاده کنم دکتر دیلو خدا اجازه سلیمان کرد این روی پدرم سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دههای استانبول دختر با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کمبیزاد با عرف و عادتهای سنتیشان او را به پایان میرسانند. شمسی دوست دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک دهه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن داشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکلی‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وام می‌خورند. پیلین داماد شونده داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود.
بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن، این عروس شونده مجید به خاطر او شرمنشینی می‌آورد. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شرمنشینی روی داد هیچ کس انتظار نداشت. یاسمن در گرداب زندگی غرق می‌شود. Kim yaptı? Abi. Kim? Kozmak yakacak. Etmeyeceğim demiştim. Mutlaka beraberiz. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد می‌کند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی می‌توانید دسترس نمایید. تبدیل کنید و میمونید. در وقت آمده سیمون خدا از تو راضی باشه. اما ما رو چی تبریفتیم؟ از کجا خبردار شدیم؟ من به نقطه چیزی رفته بودم. برای زلیخا. برای زلیخا؟
موفل باشد همه چیز رو میدونی. زلیخا را به کور دادم. او حیاتم را نجات داد. اینا تو میدونی و باز این کار میکنی؟ تو چرا میگویی دیلا؟ چرا این کار کردم؟ فراموش کردی که با زلیخا چی کار کردی؟ حالا هم به خاطرت ناومد. میخواد زلیخا همان مادر باشد. تو پسرت رو همین کار میکنی سینا. تو چی گفتی دیلا؟ من از پسر داشتنم خبر ندارم. من بحری رو میگویم. خبر نداشتم. نمیدونستم دیلا. من فکر کردم که میدونی. یعنی گفتنیم که آن کودک پسری من است. بله پسری تو. نکن کنیم کارهایی که پیمانی میارن نکن. یا کماندان پیدا نمیشد پسرم را میکشتم. این چه تصادف است. آمدن زلیخا او را تفیض کردنشان، پیدا شدنی تو و دکتر را نجات دادنم. نه، در اینجا چه چیزی هست؟ همه این واقعه ها ای هم می آمدن. این دست سرم را پروندن نخواست. و او هم به طرف من که پروندن نخواست. یا همه این کارها را که کرد. خداوند کنید. خداوند. این کاری خداوند است. اما آقای پسرم را دیدن میخواهد. مرا بر نظر برده میتوانی دیلا. زودتر حرکت کنید. کسی اومده شده. دیلا دست را بازم. دیلا اینجا پیدا شد. اینان لبای باشند دستگیر کرده شدی. معلومات سینان را با فرخ کماندیر فرمانده بودند. آماده شما را میگفت اما باید را کشت. هنگامی که فرانی کماندان را کشت. تمام سینان را دستگیر کرده به زندان فرستادید و زود حکمش را برآورید. برای کشتن کماندان و برای بی‌دقت بودن دستگیر شدی سینان. جایت معلوم زندانی میشوی. سردار همین را میخواهد. کماندان را من نکشتم باتن. این را تو هم میدانی.
اکنون در کار نیست. چرا میخونی؟ همش دروغ است. نخون این کتاب را. همش دروغ است. برای چی میخونی؟ نخون. نخونی. دیگر خوندن مردم را نبینم. خدا شفا گیرد. تشکر. با او درباره خدا گپ می‌زدیم که سلو به دستان آمدم. تو دستگیر شدی گوشه فینال رو گرفته بردم. من گریخته آمدم. خدا رو شکر پسرم. اکنون هیچ کس تو رو دستگیر نمی‌کند. شکر مادر جان. اما هیچ انتظار نبودم که این کار رو با کمک سینا میکنم. خدایا، این پدرم سلیمان کیا. شاید یکان کسی همنامت باشه. جویی زودتر بینید. این وقت فیلم کنم. چرا خاموشی؟ سالهای درست دیگر کس را پدر گفته دوست نداشتم. اما وقتی که پدر خودم را یافتم مرا داشت فرا گرفت. میترسم که او را نبینم. او گم شده است. یا او را کشته و یا گم چون فرد کی میدونه؟ خدا نگه دارد. پسرم این دفت نگوییم. سالهایی که در برمم نبود و زنده بودنش باور میکردم. دایم برایش دعا میکردم. سینمون را دو زنده برگردم. میشه نگوییم. و خدا این غم را تو قبول میکنم. اگر اون میمرد در محبت مرا عذاب نمیبودم. غیرتی به نزدیک عجا مکتوب آمد. معلوم میشود که او زنده است. سلیمان خوب بود یا بد من نمیدانم. اما او مرد بود. مردی حقیقی میفرد. نمیدونم بودم. ایشون رو مثل دخترهای شما میشود. معلوم میشود که پدرم به دستی آنها هستید.
جانش رو گرفته است. یک مشکلی کلان. دکتر نوار عبدالله و فردال رو گرفته است. از اون همه چیز رو میداند. مایل فهمیدم چی کاری که لازم شود من میکنم. این پدرت است. به خدا که پدرت. معلوم میشد که پدرم با دستیانی هستی که با گرفته تیراوی شد. شاید که دو حالا هم در دستیان بود. این کار را تو کردی سلیمان، تو کردی. چه گفتم میخواهی؟ مرا متهم کردنیه. تو خودت را فروخته هم نمیتوانی سلیمان. چیزی که ما خواهیم همان کار را میکنیم و اما آن کودک را من نکشتم. شما این را نقض میدانید. کشته یا نکشته این مهم نیست. تو چیز را از عمل سر میکنی. بگو چرا معلمی را بس کردی؟ مرا بیهوده دستگیر کردی. پدرم معلم بود. بله پدرم آدمی خواندگی بود. با ثبات و دانا بود. همدیگرمان را دوست داشته اما مرا به او ندادند. بعد با او گفتم که اگر مرا نگویی زانی و دیگر کس میدهند. این چیز را فکر نکردم. مرا گرفته برید. دیگر بخی شما را با او نکنید. نمی‌شود. جان نخوردم. چند بار رفتم. مرا نبخشیدم. رویم نگاه نکردم. بعد از اون نرفتم. حدیث در چه حالم نمیدانم. در دانشگاه دانشجویی قدم اما در دیگرش پرداخته معلمی را ترک کردید. چرا؟ شما از من چی میخواهید؟ شما کیستید؟ ما گروهی هستیم که به وطن خدمت میکنند، یعنی وطن دوستداران. اگر با ما همراه شوی باید از بهر بسیار چیز بدهید، حتی از بهر زن و فرزندانت. چیکار خدمت؟ من نفهمیدم. دستان ترکم بدید. برای کاری مهم چیزی در کار باشد چشمت را پوشیده میکنی. از بهر همه چیزی میبرایی، تنها به ما اطاعت میکنی. کاری مهم؟ هر کاری که به ما منفعت میآورد کاری مهم است. چقدر که به وطن خدمت میکنی برای ما هم همین خیر خدمت میکنی. پدرم این وطن دوستدارها با چیکار مشغول باشد؟ او پدرت از دست تشکیلات گریخت. اگر به دست آنها افتیده باشد چه ردیف شد؟ همه جا را کابه، همه جا را بینه. میخواهم که اقران یک نشانش را یابه. زود نه در دهت چند نفر مرد باشد. در قهوه خانه جمع کنید. همه را جمع کنید.
تا برآمدن آن دختری بی‌شرف دیها و تمام مردان آن دیها را سوخت خاکستر میکنم. اگر در کجا بدن دکتر را نگوید همه اتان را در همین جا سوخت خاکستر میکنم. همه اتان را میبینم که اون دکتر بی‌شرف چیکار نمیبراید. اگر نبراید همه اتان یک باید میگیرید. شما از ما چی میخواهید؟ نخواد دولت به مردم جمع کنه. شما تنها با همین راه میفهمید. شما به خوبی نمیفهمید. دانسته گیرید تا اون دکتری خواهی را به من نسپارید. همه اتان را یک تا به یک تا به جهنم میفرستم. فهمیدید؟ به جهنم میفرستم. دکتر آدمی خوبه. فقط از دوست بدارم. اون دشمنی پاکی دارم. من شوخی نمیکنم. هر کسی که به دکتر خاین کمک میکند سرش را از تنش جدا میکنم. بازی یا دکتر را میدهید یا اینکه از زن و فرزندتان میمانید. چرا با فکر فرو رفته شرم؟ پدرم با فکر میکنم این مرتبه از چی که آمده است. اما گویا که پدرم ما را نظارت میکند و در چه حال بدن ما را میداند و ما را از چیزی آگاه کرده نیست. یا پدرم در اینجاست یا اینکه کسی هست که با او در علاقه است. راست میگویی پسرم، کسی هست، اما او کی باشد؟ نمیدانم. عباس، این عباس. چی؟ بینید خدیجه. این خدیجه. اینها را کشف کردن. این اون بود که حقیقه مورد. نمیدونم مادر شد. شاید که زنده باشد. اینجا به قرارگاه سیمان مانم نیست. اما مردنش هم ممکن چون که وقتی زیاده گذشت که از او خبری هم نگرفتیم. ما حتی نمیدونیم که او مرده است یا زنده است. کمی زود از نشد خالقه را بردار زنی تنبه. با خدا قوت ندارم. یادم بید میبردم. من دیگر مرا که دید کرده نمیتوانم. امیره بودن از را میدانم. این تو در تمالوزه میشود. این را فهمیده گیر. فامیله نیستم دادم کماندون. دختر هم گفته بود تو جیگرم ببر. زنی ابله چی را پیرد میکنی؟ روز برای این خلوق را کردم.
خودم که Bayan aku yang muda, aku makan dah bawa ini sampai sini sudah. Saya dah siap. Roh dia. Dulu kamu so demo besar. Aku cikar atau saya. چه شد؟ دیگه خیر با این رو از من خلاص نمیشم. با فکر می‌بردم کماندان او رو به حالش گذاشت. چند بار گویم که او حامله نیست. حامله نیست؟ مسخره میکنی؟ شکمش رو بین چقدر دم کرده است مگر این بیماری؟ اگر خواهی این طرفش رو به من سپار. دکتر منم. آخر جیگرش آب گرفته برای همین شکمش دم کرده. مایلش دکتر دیگزار بسته ای تو شود. فکر کن که با این دروغت باور کردم. چرا در اینجا جمع شده؟ از دستتان هیچ کار نمی‌آید. دایم به نزد دکتر می‌آیید. کمی از پس کارتان شود. سلطان اینو کیسته. بس شما وظیفه نو می‌دهم. دو چشمتان را از خدیشه نکنید. مبادا یگان چیز دیده زود خبر دیده. فهمان؟ خوب شده مایمندان. روید. اول تو تولد کن خدیجه. بعد می‌بینی چیکار می‌کنم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو وزن. هر چیز بازپس نمی‌گردد. وقت، سخن و امکانیت. سه چیز را نباید. داشتم و دارم توی عمر دوبارم راهانی تو من واکی شبی برمی سروانی چی ساعتی بود مانده مرا یاری چیزم داشتم دلم را بردی و رنگ نکردی بادم نرسیدی تو با قیمت محبتی من نشمیدی میگویم